خوش اومدید به ماینکرافت بدراک ولی هاردکور. من توی این چند سالی که ماینکرافت بدراک بازی میکردم هیچ وقت نتونستم ماینکرافت هاردکور داشته تموم کنم، ولی امروز اومدم که بتونم این هاردکور لامصب رو تموم کنم. ویدیوشم برای شما آپلود کنم. خیلی راحته. الانم یه گوسفند سفید اینجا هست، بزنیمش که تموم میشه. اون کدوام اونجا خوبه. اگه یه ویلیج پیدا کنیم میتونیم با 50 تاش بکنیم یه 10-20 تایی امرالد بگیریم. اما اول بریم درخت‌ها رو بزنیم، یه چند تا ماب بزنیم که غذامون تکمیل بشه. خب اینم از چوبامون. ماینکرافت هاردکور رو میگم هیچ وقت نتونستم تموم کنم، نمیدونم چرا. 2-3 بارم تمرین کردم که تمومش کنم، ولی هر دفعه از یا زامبی ترایدن یا بچه زامبی یا کریپر مردن. اما امروز اومدم گفتم بذار یه بار دیگه تست کنم، یه ویدیو هم ازش بگیرم. 8 تا چوب بسته دیگه، بریم سراغ اون کدوام بکنیم. اول کنم یه ویدیو این دورور باشه، خیلی صافه، نیفتیم این تو. ببینیم سنده اینجا هم خوبه برای خونه ساختم. اما بریم اینجا رو بگردیم یکم اول، شاید یه ویلیج خوب تونستیم پیدا کنیم. کدوها خیلی خوبه. کدو برای اول بازی یکم بد هست، ولی برای بعد بازی خوبه. هم میتونی کیک بسازی دیگه، میتونی کام سوپ اینا میشه باش ساخت، با ویلیجرها ترید کرد. خیلی خوبه. بچه ها همونجوری که میبینید هلوش 15 دقیقه گشتم این دور رو بر 21 هم گوسفند کشتم. تختم هم گم کردم که حالا میریم پیداش میکنیم دوباره. یادم رفت فکر کردم دیگه، گفتم همینجا خونمون رو بسازیم. حالا بعد انشالله یه ویلیج پیدا کنیم. هیچ ویلیجی نبود این دور رو بر. تختم هم که باید برم پیدا کنم. بذار ببینم. نه تختم نیست. تختم پیدا هم نکردم. چند دقیقه دنبال تختم گشتم ولی پیداش نکردم. میگم برگردیم 21 که چیز دارم، که پش دارم، میتونم باشی دون تخت بسازم دیگه. چرا برم دنبالش دوباره؟ حالا تختمون بسازیم، یه ماینم بریم این کم 10 دقیقه ماین کنیم، یه فول آیرن بشیم اگه بتونیم. حالا اگه نتونستیم اوکی، تختمون اول بسازیم. تخمینه ها خب بذاریم این رو. اینم از چستا وسایلی که نمیخوایم رو توش بذاریم. فعلا کدو، گلدن اپل و ماکیما و
خب دیگه بریم سراغ ماین. یه 5-6 دقیقه ماین کنم انشالله که بتونم فول آیرن بشم. اگه بتونم فول دایموند کنم خودمو، البته فول دایموند کنم یه 10-20 روزی طول بکشه تو قاره. اول یکم گوشتا رو برداریم از این تو. اما فکر کنم بتونم تا چیزش استفاده کنم، فول آیرنشم. یه 10 دقیقه دیگه میریم تو. دیگه چیه یه بار برگردیم غذاها رو یادم رفت فرد دارم. و پشمان بذاریم این تو ها. یه تبرم بسازیم یادم رفت باشتا. خب بریم اون تو دیگه. یه قاره خوبه، ایشالله تو این قاره آهن خوب پیدا شه. یه وای اسکلتون ها شنیدم بدراک خیلی سخته. زیاد من بدراک بازی نکردم اما خب نمست مردش. خب بچه من گفتم 10 دقیقه ولی فکر کنم یه 3 ساعتی اون تو بودم و تونستم 41 دایموند جمع کنم. خیلی زیاد جمع کردم. 2 تا اسپانر پیدا کردم، یکیش اسپانر عنکبوت بود، یه زامبی هم پیدا کردم که حالا بعدا میتونیم با استفادهش یه دونه XP فارم خفن بسازیم. خیلی وسایل زیادی هم پیدا کردم که الان نشونتون میدم. اول فول آیرن شیم، بپوشیم هم اینا رو. یه مود چیزم زدم اسمش یه مود یادم بیاد نایت ویژن، خیلی قاراش تاریک بود. یه گفتم یه نایت ویژن بزنم هیچی هم ترش نشه. این وسایلایی که می دیدید 9 تا دایموند داریم، یه دونه بیلم بسازیم با دونم چیز این چند این تیبل. حالا امرالد نداریم، ما داریم امرالد هم پیدا کنیم. این ویلیجر تریدر هم بسازیم. وسایل هم میبینید دیگه زیاد پیدا کنم، چند تا وسایل هم دور ریختم چون نمیتونستم همشو با هم بیارم. این گلم هم چرا خراب شده، با تعمیرش کنیم. بعد یه خبر، یه پیلیجر از پستم اون ورمونه قشنگ گوشه چیز یا بکشیم زامبی را یه دمج وارد شدی به ما نزنی. دین 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 خب مرد. با تعمیرش هم کنیم خیلی چیز. یه پیلیجر از پستم اون وره که فکر کنم به اینجام حمله کنم و همین باید اینا رو همشون رو چیز کنیم، جمع کنیم که مشکل براشون پیش نیاد. یا ادونم چیزم میتونیم بسازیم فارمش که توتم و دیگه زینا، البته زینا که میشه با چرم ساخت ولی خب زینا اینا هم به دست بیاریم. یه دونه اسمش چیه
چست روم هم باید بسازیم که فکر کنم توی این اپیزود نشه دیگه، باید توی یه خونه هم بسازیم، نمیشه. توی پارت دوم منتظر چست روم باشید. اینجا هم نگاه کنید، یه دونه چیز خوشگله اینجا، شاید بعدم بیای. یاره خیلی ماین کردم، تقریبا یه 2-3 ساعتی ماین کردم، کلی آهن. یه ماین شفتم که دیدید پیدا کردم، حالا 2 تا نیم تکم پیدا کردم که نیم تکا خیلی به دردم میخوره. یادش کن بریم. چی میخوایم بذاریم وسایل رو بذاریم توش. خب یه دونه بیلم بسازیم، یادم رفته بود بیل ساختن. حالا بگم کجا بسازیم. ببین اینجا رو میریم پایین که بعدا خونه رو همینجا بسازیم، یه همچین جایی تقریبا. حتی این چیز اولیه‌اش، اینجا رو بعدا قشنگ درست میکنیم و قشنگ با چوب و سنگ و اینا تزیینش کنیم. خیلی هم سنگ جمع کردم. بچه تایم لپسشم که دیدید این شد. این چند تا 8 آوردیم اینجا ویلیجر، بقیه هم که بالا. الان میبینیم که 2 تا چیز آوردیم، یکی برای خرید کتاب، یکی هم برای مندینگ که فعلا مندینگ به اون نداده، اما حالا به امیده اینه برای وسایل های این چند شده، اینه برای شمشیر و کلنگ ها، اینا برای فروش بهش. اینم که گفتم تار و اینا فکر کنم بخره، خوبه. حالا باید بیایم اینجا رو قشنگ درستش کنیم، چون زشته، به دلم نمیشینه. باید قشنگ با سنگ و اینا تزیینش کنیم. اول بیایم اینجا.
بچهاش 1 ساعت و نیم وقت منو اینجا گرفت، ولی فکر کنم بهش بیارزه، چون ببینید چه قشنگ شد. خیلی قشنگ شد به نظرم. البته هنوز این ویلیجره چند تا ممرال جمع کردم که شد 12 تا چیز، 5 تا اضافه اومد، حالا بعدا دوباره اضافه. 1 ساعت و نیم وقت منو این گرفت، ولی خیلی خوب شد به نظرم. حالا باید بیایم اینجا رو صاف کنیم و شروع کنیم به خونه ساختن، که میبینید باید صافش کنیم. بیلیم میگه این چند اول روش بندازیم، که برای ساخت فارم چیز توتم لازم داریم به کلی درت که بریم وسط اقیانوس اونجا بسازیم. صندوق کن یه خونه دایری شکل تقریبا میخوام اینجا بسازم، تو خوشگل میشه. بعد تقریبا هی کوچیک‌ترش میکنم یا حالا بزرگتر، هرچی تو کامنت ها بگید. لایک ها هم بزنید که دیگه الان 6-7 ساعت وقت من اینجا گرفته. از صبح تا حالا چیز دارم میکنم، داریم باز اینجا رو پر کنیم کامل. خب اینجا رو پر کردیم دیگه تقریبا. خب خوب شد. الان باید با استفاده از سنگامون اول جای درستش رو بچینیم بهتون نشون بدم. خب 1 2 3 4 5 بذار 8 تاش کنیم. 6 نه چند تا بود؟ 5 تا 6 7 8. خب الان 2 تا اینجوری میذاریم، 2 تا دیگه نه این اشتباه شد، این باید بکن. خب حالا از همین برم استفاده کنیم همینجوری. دو سه 7 شد. خب خب این 8 باید اینجا باشه دیگه، پس از 8 تا دور برم 8 تا یکی دیگه بچینیم. خب درست شد فکر کنم 8 2 بسازیم 8 تا رو. خب از این ولی یکی کم میاد، باید فکر کنم اینو دوباره خراب کنیم یه بار دیگه بسازیم، بریم خرابش کنیم. خب آره باید ست نه یکی دیگه باید بزنیم. الان درست شد. خب الان گمی 2 تا اینوری بسازیم. الان اینجوری بهتر میشه. حالا باید همون ورم همینو پیاده کنیم. اینجا رو میبینید. حالا همین ورم باید همین کار کنیم. این ویلیجر هم به نظرم خراب کنیم دیگه، همین ویلیجر ها دیگه بردیم تو چیزش، همه رو خراب میکنیم. قشنگ بعدن میتونیم خونه ها رو قشنگ تر کنیم، بعد این تریدینگ هال هم خراب کنیم، یه تریدینگ هال خونه به خونه بسازیم، جوری قشنگ تر هم میشه. حالا اینا بعدا اعمالش میکنیم، الان وقتشو نداریم.
خب از این ور بسازیم 2 دوباره از این ور 2 بچه‌م تو ایونت خفنم شرکت کنید که تا جمعه هفته بعد وقت داره. خیلی خوبه، میتونید بیلد بسازید، بیلدتون رو برای من تو تلگرام بفرستید که تو دیسکریپشن هم هستش چیزش، آیدی تلگرامم. جایزش هم جایزه نفیسیه، نفیس. خب بچه اینم از چیز من شد که اینم زمان منو زیاد گرفت، تقریبا 1 ساعت زمان منو گرفت، اما به اینم میارزه. هنوز سقفش هم نزدم ولی سقفش رو فکر کنم تو قسمت بعدی بذارم. الان روز 24 رومی. حالا فکر کنم گوشه صفحه برای شما نباشه. میبینید خیلی وقت منو گرفت، خونه ها رو خراب کردم قشنگ. 3 روز ماینکرافتی دیگه، 3-4 روز ماینکرافتی، اما حالا ساختیمش. حالا باید یه دونه تریدینگ هال که ساختیم. مثل چیه این چین تیبلونه، مثل این تریدینگ هالمونه که تو خونه خودمونه، لازم نیست کار کنیم. البته اگه فکر کنم چیزایی بذاریم ویلیجرها بگیره، برای هم یکم چیز میشه. حالا یه دونه چست روم هم باید بسازیم که بعد فکر کنم بیایم همین دور برای چست روم بسازیم. کاپر گلم هم که هست دیگه، قشنگ برام همه چیزا تمیز میکنه، تمیز مرتب. البته کار با استفادهش بلد نیست، کنم تو چستی که بذاری میره میگرده تو چستی که همو هست و میذاره. حالا میبینیم دیگه. میبینید چوبم کم آوردیم، چند بار این چیزو ساختم و خراب کردم. این چنگ این تیبلا یه جاش این ور اون ور میشد. اول که وسط ساختم، بعد دیدم وسط نه زشته، دوباره بردمش اون ور این ور. حالا میبینید از ویدیو هم کات میکنم دیگه، ببخشید زمان ویدیو خیلی زیاد شده. اینم از بعدی ها 9 تا شد دیگه. چوبم باز میخوای. یه خونه هم خراب کردم، 2 تا خونه بود. همین خونه های یه روزی از من وقت گرفت، یه نیم ساعتی. جون کلنگم هم خیلی کم شده، باید یه مندینگ پیدا کنیم روشون بندازیم. هنوز فکر کنم خیلی عقبم یا خیلی جلو هم، نمیدونم. شما تو کامنت برام بنویسید، ویدیو هم لایک ها ساب کنید دیگه نباید گفت که لایک. نگاه کن الان شانس گندمون. خب 3 تا اینجوری، آره خوبه. 3 تا این وری میذاری، 2 تا برای ورودیش، یکم این وری که مالا اون ور. میخرم از اول اومده تو خونه ما نرفته. چوب بسازیم اینا 6 تا شد. خب اوکی، اینم از اینا نذاریم اینجا. حالا دیگه 18 تا امرالد هم کردم که بریم اون 2 تا کتاب باقی موندن پیدا کنیم. هرچی چوب بود چوب کندیم و دادیم به این چیز تا به ما امرالد بده. بپریم. اوکی شد دیگه. اینم از این چندین تیبلمون که حالا رو سوردم شارپنس 3 میندازه و حالا یه فایر اسپکت گرفتیم ازش. رو تبرمون شارپنس 3 اسمایت 2 که فعلا لول نداریم، باید جمع کنیم لول همونا. 8 تا لول یا 9 تا لول دارم فکر کنم. 8 تا. برم این پلیجر چیزم بسازم، اسمش فارم توتما لول هم میگیرم. بعدش میرم یه دونه فارم چیزم فارم زامبی یا فارم اسمش چیه، فارم عنکبوت هم میتونیم بسازیم که این فارم عنکبوت به اون تار میده. تارا رو میتونیم با این ویلیجرامون تریدش کنیم، کلی امرالد بگیر. اما حالا بریم ویلیجر اد پستمون یه لوتی بزنیم. درتم آوردم که بزنیم بریم بالا. خب خیلی راحت اینا رو بذاریم بریم بالا. تو بدراک این اسمش چیه، بیز زدنش خیلی خوبه. خب این هم بزنیم بکشیم. تیراندازیم بده ولی اگه بتونم جلش کنم.
خب بریم. کنه مجون شده دیگه. من آخرین باری که یه دونه سوروایوال زدم و پیلیجر ادپوس اومدم قبلا چیز بود میکشتیش یه افکت بهت میداد، اما الان فکر معجون شده. خیلی قدیم سوروایوال میزدم دیگه. الان فایر اسپکت هم خیلی خوبه، میزنیشون آتیش میگیره. خوخ نیفتم، بیفتم کارم تمومه. خب بزنیم. ها مردن دیگه فکر کنم. آره معجونه بموندن. چستم لوت کنیم که لوتش زیاد چنگ به دله میزنه. حالا باید برم یاد بگیرم چجوری باید اسمش چیه بسازی. میدونم باید یه پلتفرم بسازیم وسط دریا که اینا اسپان شه، ولی نمیدونم باید چند در چند باشه. بر همین برم یاد بگیرم خوبه. نام بزنیم همجوری تیر سری بریم خونه دیگه، لازم نداریم تا جنگ و دعوا نشده. خیلی زیادن. یا آیرن گولم باید بیاریم همشونو بکشه. این ورم که چیزی نیست. بریم دیگه. خب خیلی جونه وسایلام هم کم شه. حالا جز چیز بیلاینام خوب هم بریم. کینگ سمروش هست ولی جونش خیلی کم شد. کف خونه رو کنده. باید برم یه مندینگ یا چیزی پیدا کنم. حالا البته دایمند هم نداریم. دایمند هم فکر کنم 7 تا داریم. یه بیل بسازیم راحت تر البته، ولی 7 تا داریم فعلا نمیشه. باید بریم جمع کنیم دوباره. خب دیگه برگردیم تو خونه ها. خب بچه ها اینم از قسمت اول. لایک و سابو بزنید. چند بارم گفتم تو ویدیو بزنید که حمایت کنید. این همه وقت هم گذاشتم برای یه قسمت. خدا حافظ.